بر خانم عزیز آذر بیبی. سلام آقای همنشین، خیلی خوشحالم و باید قبلا تشکر کنم برای این مصاحبه شما، برای اینکه من همیشه میل داشتم که راجع به بهمن چون نوشته شده و گفته شده مستقیما از زبان فامیل ما مصاحبه‌ای بشه. من بسیار خوشحالم که با شما صحبت میکنم. آذر بیبی عزیز، شما خواهر بهمن دلیر هستید. زنده یاد بهمن قشقایی، بهمن بهادری قشقایی، چهره نامآور شورش جنوب که سال 1322 خورشیدی همزمان با درگیری نیروهای دولتی با قشقایی‌ها حوالی شیراز به دنیا آمد و 17 آبان 1345 مظلومانه تیرباران شد. همون که شور آزادی خواهی داشت و سالها پیش از واقعه سیاهکل بر سر زبانها افتاد. آذر بیبی عزیز، شما دختر سهراب خان قشقایی و فرخ بیبی و نوه دختری سولت الدوله هستین. خدیجه بیبی مادر بزرگ شما بود و ناصر خان و خسرو خان قشقایی داییتون هستند، درسته؟ بله کاملا درسته آقای همنشین. اینا رو شما در خاطرات خودتون که به زبان آلمانی منتشر شدم توضیح دادیم؟ فکر نمی کنم. خیلی خوب. آذر بیبی، من قشقایی نیستم و آشناییم با مسائل مربوط به ایل قشقایی اندک و نارساست و پیشاپیش از شما پوزش میخوام. از نگاه من تاریخ در گفتار و کردار رفتگان نمیماند و با زبان و عمل روندگانش نیز حرف میزنه. آذر بیبی عزیز، از اونجا که هیچ کس اندازه شما از بهمن نمیدونه، من تلاش میکنم با اشاره به فراز و نشیب زندگی زیبای او پرسش‌هایی رو با شما در میان بذارم. بهمن که در انگلستان درس میخوند یک بار در سال 1341 به ایران اومده بود، درسته؟ بهمن فکر میکنم سال 42 به ایران اومده بود. اولین بار بله اولین بار سال 42 و دومین بار سال 43. خب اون اولین بار سالی است که تقسیم اراضی در سرزمین قشقایی‌ها از فیروزآباد شروع شده بود. بله. و زمینهای پدرش مرحوم سهراب خان رو هم در بر می گرفت. گویا از سوی دولت اعلام شده بود که باید مالکا برای دریافت بهای املاک واگذاری خودشون حضور داشته باشند و شنیدم بهمن با صلاح دید خانواده به ایران برگشت. شما یه توضیح بیشتری بدین تا اینجا. خیر، یه طور نبوده و آمدن بهمن اصلا ربطی برای قیمت زمین یا ملک نبود، برای اینکه اصلا بهمن شامل اصلاحات ارضی نشده بود. فقط مسئله اصلاحات ارضی که شد چون ما نتونستیم برای بهمن مخارج مدرسه رو بفرستیم، تصمیم گرفت که برگرده. اون اولین بار رو میفرمایید؟ این اولین بار. آها. و وقتی که به شیراز آمد برخورد کرد به وضعیت ما که برادرم منوچهر رو به جرم قتل مهندس ملک عابدی زندان کرده بودن و خانواده عابدی که این موضوع رو میدونستن حقیقت نداره دنبال این قضیه رفته بودن تا منوچهر رو آزاد کردن و بعد با ساواک اکتفا نکرد و منوچهر رو به تهران فرستاد توی یکی از این خانه های امن نگهداری میکردن. بعد بهمن وضعیت رو که اینطور دید و فشارهایی که به منوچهر و اطرافیان و بقیه ایل قشقایی آورده بودن تصمیم گرفت به خانه ما بره نزدیک فیروزآباد که در اونجا بزرگ شده بود و در اونجا بمونه تا ببینه وضعیت چطور میشه. اونجا هم ژاندارمری یه عده‌ای رو تحریک کرد که باعث مزاحمت بهمن شدن و بهمن تصمیم گرفت به کوه بره و وقتی که رفت به کوه عده‌ای از یاغی هایی که قبلا بهشون فشار اومده بود و ناراحتیشون رو ایجاد کرده بود دولت که به کوه زده بودن دور بهمن جمع شدن
دولتی ها از این مسئله مقداری وحشت کردن. عده‌ای از کلانترهای قشقایی رو فرستادن پیش بهمن و قول دادن که به وضعیت یه صورت بهتری خواهند داد و مشکلات مردم رو سبکتر خواهند کرد. بهمن به این دلیل آمد به شهر و فرستادنش تهران پیش منوچهر، در همون خانه‌ای که منوچهر بود. اونجا هم چند وقتی که بود یه مرتبه از اون خونه فرار کرده بود و رفته بود خونه دوستان دیگه تا اینا گشته بودن پیداش کرده بودن و فرستادنش 2 مرتبه به خارج. 21 آبان اون سال شاپور ملک عابدی به قتل رسید. مسئول اصلاحات ارضی در فیروزآباد بود. بله، ببینید اون سال قبل از این بود که بهمن به ایران بیاد. بهمن وقتی سفر اول به ایران آمد این اتفاق چندین ماه قبل از اون افتاده بود و برادر من منوچهر رو به اون جرم گرفته بودن، زندان، شکنجه، آدمایی که اطرافش بود همینطور و بهش حکم اعدام داده بودن. و بعد که خانواده خود ملک عابدی وارد قضیه شدن و دنبال کار منوچهر رفتن، چون میدونستن که این کار منوچهر نیست و این مسئله رو دولتی ها علم کردن بر علیه برای کوبیدن فامیل ما و قشقایی ها. بله. شاپور ملک عابدی مسئول اصلاحات ارضی فیروزآباد به طور اتفاقی توسط راهزنا کشته شده بود که منوچهر گیر افتاد و برای بهمن مخمسه ایجاد کردن به اشتباه. بله، بهمن تقریبا 7-8 ماه بعد از این قضیه به ایران اومد. بله که منوچهر دیگه از زندان آزاد شد و باز برده بودن تهران تحت نظر. بله. سالهای 41-42 عشایر جنوب با حکومت وقت درگیر میشن. این وقایع بهمن رو که در انگلستان تحصیل میکرد تحت تأثیر قرار میده و وی که شور آزادی خواهی داشت سال 43 به امید تداوم قیام و شرکت در اون به ایران باز میگرده. تبلیغات حکومتی حاکی از این بود که گویا این بار هم ایشون به وطنش برگشته فقط برای تعیین تکلیف زمینهای پدرش که شامل تقسیم اراضی می شده. من البته خودم اینطور فکر نمی کنم آذر بیبی، این تبلیغات حکومتی است که نقل کردم. من اینطور فکر نمی کنم، چون کسی که آگاهانه و مختارانه خودشو به آب و آتش میزنه و زندگی مرفه و راحت خودش میگذره باید یه انگیزه متعالی داشته باشه، انگیزه بسیار بالاتر از کسب ثروت و زمین. ببینید بهمن درست اون زمانی بود که جنگ ویتنام بود، حرکت‌های دانشجویی بین جوانها در اروپا و تشکیل سازمان دانشجویان ایرانی، همه این مسائل بود و بهمن در جریان این موقعیت‌ها بود. اصلاً کسی در اون سال سن نمیتونه اینقدر به فکر پول و مال و منال بوده باشه وقتی که یک چنین جریاناتی در اطرافش اتفاق میفته. بهمن کلن در سر شوری دیگه داشت و دقیقا همونطور که گفتید برای فشارهایی که به قشقایی‌ها میومد و به مردم کلن اون رژیم روا می داشت، بهمن هم پیوسته بود به این جریانات و آمد ایران و فکر کرد که در موقعیتی که داره چون عشایری هست شاید بتونه بر علیه اون رژیم وایسه. آذر بیبی، میگن که اون شورشی که در جنوب ایران بوده سالهای 41-42، اون برخوردهای مسلحانه‌ای که پیش اومده محتوای سیاسی نداشته، حتی شعار سیاسی که خواست مشخصی رو مطرح کنه نداشته، یه برخوردهای پراکنده و مجزاز هم بوده، رهبری واحد هم نداشته. و برخی میگن که اصل داستان به خاطر از بین رفتن یا بهتر بگم اضمحلال فئودالیته و مقاومت در برابر این پروسه بوده و درگیری‌های موضعی که با دولت مرکزی پیش اومده.
بنابراین نباید هم صحبت از قیام به معنی مثبت کلمه کرد و این چیزا که راجع به بهمن شماها میگین بیهوده است. قیامی هستن در کار نبوده. من سوال ازتون اینطور بپرسم، اون ایام تا اونجا که شما میدونین واقعا در جنوب ایران چه اتفاقاتی روی داد؟ اشاره به عشایر به طور خاص دارم. ببینید اتفاقات مختلفی بود. یک قسمت مربوط میشد به طرف بویراحمد ها و سرخی که اونها عده از فئودال ها بودن که مخالف اصلاح طرزی هم بودن و بر علیه این مسئله شوریده بودن و یه عده که به این طرف ما مربوط میشد گروه های مختلف یاغی بودن که از ظلم و ستم دولت یاغی شده بودن، مثل خردل، بستان، حیدر، اون برادرای موصولی و همینطور دشتی و مسی و بلوط و اینا به خاطر ظلم و ستم دولت و ژاندارمری از دولت یاغی شده بودن. این مسئله اصلا جدا از هم بله میتونه باشه. آذر بیبی گویا به دنبال ناآرامی های سال 42 در استان فارس و به اصطلاح قائله به قول تبلیغات حکومتی، قائله کوهکویله و کوهمره، گویا بعد از این بهمن متوجه میشه داعش که خیلی داعش رو دوست داشت، داعش خسروخان که عشایر خواهان حضور اون مرد محبوب در میان خودشون بودن، قصد رفتن به ایران رو نداره. از این بابت خودش برای رفتن به داخل کشور کفش و کلاه میکنه به اصطلاح. یک بار در آلمان گفته بود آخه اینا میشه زندگی که خدمتکار خسروخان غذا درست کنه، ما هم در آشپزخونه بنشینیم و نوش جان کنیم و چشم به راه باشیم. این که نشد زندگی، این که نشد کار. ببینید برای بهمن از بچگی خسروخان یک قهرمان بود، خسروخان جوان که مظهر شجاعت و جوانمردی بود. بله فکر میکرد، بهمن فکر میکرد اگر راه بیفته بیاد ایران ممکنه یک راهی باز میکنه که خسروخان هم بیاد و بتونن برای عشایر یک کمکی باشن که این عشایری که سرپرستی نداشتن دائم مورد ظلم دولت و رژیم قرار نگیرن. به نظر میرسه که زمینه برگشت بهمن به ایران وجود همون افرادی بود که شما گفتین، از جمله مسیح و دشتی، عشایر قهرمانی که از جور حکومت سر به کوه و بیابون گذاشته بودند. عملیات مسلحانه در پاسگاه ژاندارمری دهرم و خلع اصطلاح اون، همچنین هجوم به پاسگاه آبگرم که البته بدون تلفات نبود، به نوعی به بهمن و همون به اصطلاح یاغیان مربوط میشه. در حمله به پاسگاه ژاندارمری دهرم چندین مأمور دولتی و یکی از دوستان بهمن به اسم آقا جان کلاسیا کشته میشن، درسته؟ بله. این کی بوده؟ این چه سالی بوده؟ این همون سال 43 است. ببینید بهمن در یک خانواده‌ای، در یک ایلی اصلا متولد شده بود و پرورش یافته بود که این ایل همیشه سیاسی بوده و خب در گذشته پدر بزرگ بهمن صلح الدوله